بزم محفل آرای خود را دوام میدهیم. یک کلابی ایه یوانی $2000 قرض میگیره، ایبان یک سال میزگره پول نمیاره. یوانی کوفته میره، ای دنگره میوشه. میره که ده داری خونهش دی ماشینی محشر میگه پاید پولی مرنی دار توی پوی داره چی داره؟ میدونه که نه زنش داری بتن نمالی سفید پوشیدگی گری داره. میگه شاکیر کجا ده؟ میگه کجا نه شاکیر دین گور کدیم نابود شید. و میگه ایمال قدر پول قرض داره چی کنیم؟ گفته این نمیدونه ما یگان چی گفتگی نیسته همون او دنیا میای و پول ملت میگیری خط جو آمده سنی زد گفته کلاوی مرده دوان یگان چیکم رفتم او دنیا میره پیش کلاوی آمده جورا یکت دهی داری بیشت دو تشش دیگر گفته دین ای کلاوی هم مرده وردن همون ممکنه یه بار بینیم او پرسنده گفته ای کجا گفته ای کلاو گفته ای سال 91 یگان کلاوی بیشت آمدگی نیست یکت دهی داری دوزخ بره اونجا میوشه. کسایی که به همین زینا مبتلا هستند، کسایی که به عرق نوشی مبتلا هستند، کسایی که همین درآمدهاشون از راه حرام است، اینا باید که خودشون دیگه زحمت ندن. شریعت به نام پروردگار به یا تماما یگان ذره به اینا احتیاج ندارد. در شریعت ما کچتوا در کار، کلیتوا در کار نیست. بله ما در کچتوا در کار، ما در مسلمانی که همه گفتید همه چیزها ایستینی مسلمان باشه، مسلمانی که حقیقتا قرآن میگه ادخلوا فی السلم کافة با پرگی در دین بدرو. این نه که برادر هم نماز هم زنا، ببینید هم نماز هم عرق فروشی، هم مثال زنا هم عرق نوشی، هم دیگر اخی تماما یک مسخره در دین است، یک مسخره در دین می شود. از همین خاطر بسیار با یک پهلوان ما در جمعهمون حکایه میکردیم از قزوین ایران، ایرا مثنوی حکایه میکنم. میگه وقتی که رفت میگه گوشتینگیر بوده است پیش یک نکال کزن رفته سوزنزن گفته است که انا میخوام که در همین پشت من صورت یک شیر بزنی تا که مقصد همه آدمی که با من گوشتین میگیره حریفم. هیچ خیلی وقتی میبینن دستا پولی صورت پشتا صورت اکی همه حیبت داره که حال همه حیبت دمه پیدا شد. خیلی سوزنزن اکی پول میگیره برای فرقش چی آقید من میگه گفت مقصد با شکم بزن گرفت سوزن او بعد زد که دوای این مرده که گوشتینگیر برآمد. گفت که از کجاش سر کردی؟ گفت از سرش سر کردم ای کلای شیر. گفت که ترکش که گفت شیر به کلا میشه دیگه جاش بگیری. خیلی با سوزن باز زد دیگه از کجاش سر کردی؟ گفت ای دنبش ای گفت شیر به دنبا میشه ای دیگه جا بگیر. همه هر گل میزنه ای پشتش شیر به پشت میشه ای شکم شیر به شکم میشه. بعد میگه سوزنزن دید که نه مقصدی دمه. بعد میگه بر زمین زد سوزن آندم اوستا گفت در عالم کسی را این فتاد شیر بیگوش و سر و اشکم کی دید این چونین شیر خدا کی آفرید. خب این مقصد ای یکمشی خیلی شیرها نیست. بعد گفت چون نداری طاقتی سوزن زدن از چونین شیری جیان پستم مزن. وقتی طاقتی سوزن نداری ای شیر گب نزد، یعنی طاقت دین نداری، طاقت اسلام نداری. مسلمی مقصد شمی ای این تری نزن مثال جرجی که من مسلمانم. مسلمان کسی که تمام فرموده خدا در تابع می شود. برای او برادر عزیز حرام ها حرام ای حلال ها حلال ای. نداری طاقت همین را در کار نیست آخی برای زینا میکنی برای مقصد چی بدبختی که میکنی کردن بگیر آخی جهنم خدا کلان. اگر همه ما و شما پیش خدا میریم پیش الله مهربان در راست میشیم برای این بدبختی هامان. ببین 4 میگه انسان روز قیامت قدمش از قبرش میگه یک قدم زدن نمیتوند تا 4 سوال جواب نکرد. یکی از امونو چیه؟ یک من عمری فیما افنا خدا میپرسد چند سال حیات دادم؟ 60 سال یا 70 سال یا 50 سال. فیما افنا عمرت در چی صرف کردی؟ این سوال ای برادر از این قسم به بزرگی خدا این منظره میشود. این فرموده ای یکون انکدوت نیست. فیما افنا عمرت در چی صرف کردی؟
خب این را که میگوی که باید بگوی همه را کود در کجا صرف کردی چه خیل کردی همه اینا را پیش خدا میگوی و بعد همین عیب نیست خجالت نیست که بگوی پروردگارا خیلی مقصد من همین خیل زنا کردم من عرق نوشیدم من فلان کردم این بسیار برای تو دیگر اونجا هیچ دستگیری برای تو دیگر نیست برادر عزیز میگه حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام پرسد از ما چرا چنین کردی این گناه کردی و آن کردی تو که عبدی من که معبودم امر و نهی که بر تو فرمودم تو چرا برخلاف آن کردی نفع خود را چرا زیان کردی حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی بین همش می توانستی که دادم شرایط عقل بود همه بود چرا نکردی بعد حضرت مولوی آخر چی میگه غیر شرمندگی چیروی جواب وای آندم بجان قطره آب وقتی خدا که این خیل راستت کرد و این خیل پرسید و این خیل خطابت کرد مولوی میگه وای به حالت که چی میشه به سری تو برای این برادره از اندیشه کنیم بر خدا قسم این دنیا بی صاحب نیست محترم خداوند گاوی بی شاخبر نآفریده الله میگه و من خلقت الجن و الانس الا لیعبدون آفریدمت برای عبادتم آفریدمت برای بندگیم آفریدمت برای اطاعت کردنم نه برای مثال هر چیزی که بخوای کردم بگیری این خیلی ما برای تو رخصت نمیتون خدا میگه برادرش شرمنده بشود چرا ما شرمنده نیست خودتان بگویید خودتان این تجربه ها و این نگاه ها بارهایی به تکرار دیده اید یک شراب نوش اگر شراب می نوشد حیوان می شود به خدا قسم اولئک کالانعام بل هم عدل انسانهایی که حرام استفاده می کنند اونها حیوان هستند به خدا از حیوان ذلیل و خاطرند درخش از اون دور می شود ترقیت من و شما از حیوان همین از جان من از حیوان فقط به همین خاطر فرق میکنه که تو عقل داره و عقل ندارد اما دوم هم دارد پای هم دارد چشم هم دارد گوش و زبان هم دارد اما یک چیز به اون نمیرسد این عقل عربا خمار میگویند خمار اون رومالی که سرشان میپوشانند اون میشود از در زبان عرب خمار رومال شخصی که شراب می نوشد عقلش تاریک می شود عقلش پوشیده می شود عقلش زایر می شود دیگر هیچ چیز برای فرق ندارد انسان وقتی شراب را می نوشد چند صفت حیوانی را به خود می گیرد اول وقتی می نوشد یعنی عقلش دور می رود مانند روان می شود مکار می شود شراب نوش اگر یک قدح نوشید باز برای کافتن دوم قدح سوم قدح دوباره میگرد بعد از اون که او را نوشید شیر می شود شیر دیگر برای او همه چی یک است اگر بگو که از سری اون جرد پر می رود می پرد ثانیاً صفت گرگ هر چی را که پیشش آمد می دارد خواهرش که آمد با او زنا می کند برادرش را می کشد سرچشمه از شراب ثانیاً می شود بعدا سرش کلابه عقلش که به کل دور رفت مانند چی می شود؟ مانند خرس تر زده لندان می شود در اون جویبار می افتد در اون اخلاجا می افتد سر راه می افتد شرمنده می کند خودش را بعد از شرمنده شدن سرش به جاش آمد که عقلش روشن‌تر شد ثانی بعد صفت موش میگرد موش را نگاه کنید سوراخی میکند خودش را پنهان کند اما اون شرمنده میخواد خود را از نظر مردم دور کند اما شرمنده شد در نگاه مردم هم شرمنده شد در نگاه خدا و فرشتگان خدا هم شرمنده شد شخصی که شراب می‌نوشد و خدا قسم در حال شراب نوشی اگر بمیرد او بی ایمان مرده است او از ایمان جدا مرده است
در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم صراحتاً را میگوید که من شرب الخمر او زنا، هر شخصی که شراب می‌نوشد یا زنا میکند خرج ایمانه من جسده، ایمانش از بدنش بیرون میشود. فکان فوق رأسه کظله، در بالای سرش مانند چتر می‌ایستد. ایمان انسان از بدن میبرد، وقتا که برآمد بالای سرش می‌ایستد. اگر هوشیار شد و توبه نصوح کرد واپس می‌دارد، اما توبه نکرد ادامه داد، مدمن خمر شد، ایمان فاصله می‌رود، از او دور شدن می‌گیرد. مدمن الخمر کعابد الوثن، پیامبر گفتند که کسی که بردوام شراب می‌نوشد روز قیامت در قطار مجوسه ها، آتش پرستان، بت پرستان حشر می‌شوند. مدمن خمر اشد من الزنا، شخصی که شراب می‌نوشد گناهش بدتر از زناکار. در شخص شراب نوش وقتا که شراب را می‌خورد و می‌نوشد استفاده می‌کند خدا را نمی‌شناسد، اما زناکار در حال زناش خدا را می‌شناسد. بنابر برادران عزیز، جوانان خوب، اون کسانی که تا به این حال استفاده این مواد میکردن، چی نوشته باشد، چی وی تریاک است، چی وی مواد مخدر است، چی گرایی و کوکائین است، چی پیوه و چی ویناس، هر نوعش که باشد کمش هم حرام. ای بابا گامروزی اچردک بود کشال میمری سک سوی بیدنا میمری راست بزا برا خواب شون بودی. ای پدر مدنیا گلو را ما پدر میدن یعنی فهمی بخیر من چی میدونم آقا остановка на умобайна آقا بوتا چانور دایمای آقا تاری نکمگای ججوی موای چی شدیم گازده بابو گازده بخیرم ما خجه کم گازده بخیرم نمیره کن شد جون مخلص شود اچوفم سلام چند دایی رفتن مدم بخور نیستن ما ترا میگم که مونده شده برا با پیش اولو دوستا همین خاکاو دادر دوری میان میبرن دیا بر سه بر بردن گرفتی اومدی هم خلاف ده باید کمی کنی دیگر را این منظره می شود. این فرموده یکون انکدوت نیست. فیم افنا عمر در چی صرف کردی؟ خب این را که میگوی که باید بگوی همه را کود در کجا صرف کردی، چه خیل کردی، همه اینها را پیش خدا میگوی و بعد همین عیب نیست، خجالت نیست که بگوی پروردگار را خیلی مقصد من همین خیل زنا کردم، من عرق نوشیدم، من فلان کردم. این بسیار برای تو دیگر اونجا هیچ دستگیری برای تو دیگر نیست برادر عزیز. میگه حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام، پرسد از ما چرا چنین کردی، این گناه کردی و آن کردی، تو که عبدی من که معبودم، امر و نهی که بر تو فرمودم، تو چرا برخلاف آن کردی، نفع خود را چرا زیان کردی، حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی. بین
همش هم میتونستی که دادم شرایط عقل بود همه بود چرا نکردی؟ بعد حضرت مولوی آخر چی میگه؟ غیر شرمندگی چیروی جواب وای آندم بجان قطره آب. وقتی خدا که این خیل راستت کرد و این خیل پرسید و این خیل خطابت کرد مولوی میگه وای به حالت که چی میشه به سری تو. برای این برادره از اندیشه کنیم بر خدا قسم این دنیا بی صاحب نیست. محترم خداوند گاوی بی شاخبر نآفریده. الله میگه و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آفریدمت برای عبادتم، آفریدمت برای بندگیم، آفریدمت برای اطاعت کردنم، نه برای مثال هر چیزی که بخوای کردم بگیری. این خیلی ما برای تو رخصت نمیتون خدا میگه. برادرش شرمنده بشود، شرابنو شرمنده نیست. خودتان بگویید، خودتان این تجربه ها و این نگاه ها بارهایی به تکرار دیده اید. یک شرابنوش اگر شراب می نوشد حیوان می شود به خدا قسم. اولئک کالانعام بل هم اضل. انسان هایی که حرام استفاده می کنند اونها حیوان هستند به خدا. شرابنوشی اگر بمیرد او بی ایمان مرده است، او از ایمان جدا مرده است. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم صراحتا این را میگوید که من شرب الخمر او زنا، هر شخصی که شراب می‌نوشد یا زنا میکند خرج ایمانه من جسد، ایمانش از بدنش بیرون میشود. فکان فوق رأسه کظله، در بالای سرش مانند چتر می‌ایستد. ایمان انسان از بدن میبرد. وقتا که برآمد بالای سرش می‌ایستد. اگر هوشیار شد و توبه نصوح کرد واپس می‌دارد. اما توبه نکرد ادامه داد، مدمن خمر شد، ایمان فاصله می‌رود، از او دور شدن می‌گیرد. مدمن الخمر کعابد الوثن. پیامبر گفتند که کسی که بردوام شراب می‌نوشد روز قیامت در قطار مجوسه ها، آتش پرستان، بت پرستان حشر می‌شوند. مدمن خمر اشد من الزنا. شخصی که شراب می‌نوشد گناهش بدتر از زناکار. در شخص شراب نوش وقتا که شراب را می‌خورد و می‌نوشد استفاده می‌کند خدا را نمی‌شناسد، اما زناکار در حال زناش خدا را می‌شناسد. بنابر برادران عزیز، جوانان خوب، اون کسانی که تا به این حال استفاده این مواد میکردن، چی نوش نباشد، چی وی تریاک است، چی وی مواد مخدر است، چی گرایی و کوکائین است، چی پیوه و چی ویناست، هر نوعش که باشد کمش هم حرام. ای بابا گامروزی اچرک بود کشال میموری سخت سوی پیدنا میکنی راست بزبره خوار شون ای پدر مدنی گلو را ما پدر میکنم یعنی فهمی بخیمت چی میدونم. بزم محفل آرای خود را دوام میدهیم. یک کلابی ایه یوانی $2000 قرض میگیره، ایبان یک سال میزگره پول نمیاره. یوانی کافته میره، ای دنگره میوشه. میره که ده داری خونهش دو ماشینی محشر میگی پاید پولی مرنی دار توی پوی داره چی داره؟ میدونه که نه زنش زاری بتن نمالی سفید پوشیدگی گری داره. میگه شاکیر کجا ده؟ میگه کجا نه شاکیر دین گور کده نابود شید. و میگه ایمه قدر پول قرض داره چیکار کنیم؟ گفتن نمیدونم مور یگان چی گفتگی نیسته همون او دنیا میای و پول ملت میگیری خط جو آمده سنی زد گفتن کلاوی مرده دوان یگان چیکم رفتم او دنیا میرم پیش کلاوی آمده جلو یکت دهی داری بیشت دو تا چشتگر گفتن دین ای کلاوی هم مرده وردن همون رو ممکنه یه بار بینیم او پرسنده گفتن ای کجا گفتن کلاو گفته ای سال 91 یکان کلاوی بهشت آمدگی نیست در یقت دهی داره دوزخ بره همونجا میوشه. کسایی که به همین زنا مبتلا هستند، کسایی که به عرق نوشی مبتلا هستند، کسایی که همین درآمدهاشون از راه حرام است،
اینا باید که خشون دیگه زحمت نده. شریعت به نام پروردگار به یا تماما یگان ذره به اینا احتیاج نداره. در شریعت ما کچتوا در کار، کلیتوا در کار نیست. بله ما در کچتوا در کار، ما در مسلمانی که همه گفتید همه چیزها ایستینی مسلمان باشه، مسلمانی که حقیقتا قرآن میگه ادخلوا فی السلم کافة با پرگی در دین بدرو. این نه که برادر هم نماز هم زنا، ببینید هم نماز هم عرق فروشی، هم مثال زنا هم عرق نوشی، هم دیگر اخی تماما یک مسخره در دین است. یک مسخره در دین می شود. از همین خاطر بسیار با یک پهلوان ما در جمعهمون حکایه میکردیم از قزوین ایران. ایرا مثنوی حکایه میکنن، میگه وقتی که رفت میگه گوشتینگیر بود است، پیش یک نکال کزن رفته سوزنزن وقت است که انا میخوام که در همین از حیوان ذلیل و خاطرم درخش از اون دور میشه. فرقیت من و شما از حیوان همین از جان من. از حیوان فقط به همین خاطر فرق میکنه که تو عقل داره و عقل ندارد، اما دم همو دارد، پای هم دارد، چشم هم دارد، گوش و زبان هم دارد، اما یک چیز به اون نمیرسد، این عقل است. عربا خمار میگویند، خمار اون رومالی که سرشان میپوشانند اون میشود از در زبان عرب خمار. رومال شخصی که شراب می‌نوشد عقلش تاریک میشود، عقلش پوشیده میشود، عقلش ضایع میشود، دیگر هیچ چیز برای فرق ندارد. انسان وقتی شراب را می‌نوشد چند صفت حیوانی را به خود میگیرد. اول وقتی می‌نوشد یعنی عقلش دور میرود، مانند روباه می شود، مکار می شود. شراب نوش اگر یک قدح نوشید باز برای کافتن دوم قدح، سوم قدح دنباره می گرد. بعد از اون که او را نوشید شیر می شود. شیر دیگر برای او همه چی یک است. اگر بگو که از طریق اون جرد پر می رود می پرد. ثانیاً صفت گرگ، هر چی را که پیشش آمد می دارد. خواهرش که آمد با او زنا می کند، برادرش را می کشد. سرچشمه از شراب. ثانیاً می شود بعدا سرش کلابه، عقلش که به کله دور رفت، مانند چی می شود؟ مانند خرس تر زده لندان می شود، در اون جویبار می افتد، در اون اخراجا می افتد، سر راه می افتد، شرمنده می کند خودش را. بعد از شرمنده شدن سرش به جاش آمد که عقلش روشن‌تر شد. ثانی بعد صفت موش می‌گرد. موش را نگاه کنید، سوراخی می‌کند، خودش را پنهان کند، اما اون شرمنده می‌خواهد خود را از نظر مردم دور کند، اما شرمنده شد. در نگاه مردم هم شرمنده شد، در نگاه خدا و فرشتگان خدا هم شرمنده شد. شخصی که شراب می‌نوشد و خدا قدم در حال پشتی من صورت یک شیر بزنی تا که مقصد همه آدمی که با من گوشتین میگیره حریفم. هیچ خیلی وقتی میبینن دستا پولی صورت پشتا صورت اکی هم یه حیبت داره که خب اما حیبت دما پیدا شد. خیلی سوزنزن اکی پول میگیره برای فرقش یادی بعد میگه گفت مقصد با شکم بزن. گرفت سوزن او بعد زد که دوای این مرده که گوشتینگیر برآمد. گفت که از کجاش سر کردی؟ گفت از سرش سر کردم، ای کله شیر. گفت که ترکش که گفت شیر به کله میشه دیگه جاش بگیری. هی که با سوزن باز زد دیگه از کجاش سر کردی؟ گفت ای دنبش ای گفت شیر به دنبا میشه ای دیگه جا بگیر. همه هر گل میزنه ای پشتش شیر به پشت میشه، ای شکم شیر به شکم میشه. بعد میگه سوزنزن دید که نه مقصد گمه. بعد میگه بر زمین زد سوزناندم اوستا، گفت در عالم کسی را این فتاد، شیر بیگوش و سر و اشکم کی دید؟ این چون این شیر خدا کی آفرید؟ خب این مقصد ای یکمشی خیلی شیرها نیست. بعد گفت چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چونین شیری جیان پس دم مزن. وقتی طاقتی سوزن نداری ای شیر گب نزد، یعنی طاقت دین نداری،
طاقت اسلام نداری. مسلمی مقصد شمیه ایتری نزن مثال جرجی که من مسلمانم. مسلمان کسیه که تمام فرموده خدا در تابع می شود. برای او برادری عزیز حرام ها حرامه، حلال ها حلاله. نداری طاقت همین را در کار نیست، صافی برای زینا میکنی. برای مقصد چی بدبختی که میکنی کردن بگیر. آخه جهنم خدا کلان. اگر همه ما و شما پیش خدا میریم، پیش الله مهربان در راست میشیم برای این بدبختی هامان. بین 4 میگه انسان روز قیامت قدمش از قبرش میگه یک قدم زدن نمیتوند تا 4 سوال جواب نگه. یکی از امونو چیه؟ یک من عمری فیم افنا. خدا میپرسش چند سال حیات دادم؟ 60 سال یا 70 سال یا 50 سال. فیم افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ این سوال های برادر. از این قسم به بزرگی خدا